وای خدای من، این وبسایت چرا اینقدر کند باز میشه؟ فکر کنم سرعت اینترنت از سرعت لاک پشتم کندتره. این مشکل خیلی از شما هاست. در واقع حق داری کلافه باشی. اینطوری وبسایت نه تنها واسه شما کنده، مشتری ها رو هم اذیت میکنه. بله میدونم خیلی واسه طراحی سایتت زحمت کشیدی و سرعت پایین همه چی رو خراب میکنه، ولی نگران نباش، یه راه حل عالی واسه این مشکلت وجود داره. سرور اختصاصی ایران یه راه حل امن و قدرتمند واسه میزبانی وبسایت شما در داخل ایرانه که سرعت و امنیت خیلی بالایی داره. تازه قیمتش هم خیلی مناسب تر از سرورهای خارجیه. خب دیگه بیشتر از این معطل نکن، همین الان وارد وبسایت معتبر خریده هاست شو و سرور اختصاصی ایران خودت رو سفارش بده و لذت ببر.